این چیزای انتیک جای خفه شده. بله، نام از اختر محمد کابلی. چهره بیادر ما برای یک چیز میگم، اگر قبول کردی بکن، نکردی خودت بکن. این کرونا نیست، این غضب خداست. میبون یا دست خود شما، دست مردم آزار میدین، مردم از جزا میدین، مال مردم ها میخوری، دروغ میگی، آزان محمدی رو میشنوی، سرتان از 16 نمیمانید. این حال شما مردمی هستی که خدا را بپرستین، از خدا بترسین، توبه بگویید. در تلویزیون ها میگه برید در خانه تان قرنطین شوید. تو این ما قرنطین کردیم خدا. این 3 وقت نان ما را کجا کنیم؟ حال ما خود در این نگاده به تقاوتیستم. اکرامه ما نداده، نمیتن. همین سال در سال معاش ما نمیتن. خب ما این صبح و چاست و شب و پیسر از کجا کنیم؟ اون دو بازار میریم، یک دستگردانی، یک سر 200 پیدا میکنیم، میریم یک 5 تانان تیل نمک میکنیم، میبرم خانه. و این امروز در خانه افتاد. یک نان پیاز خوردم امروز، باز شومه چی کنیم؟ نه نان نه پیاز. بگو تو رئیس جمهور هستی، تو باید این چیزها را اول فکر کنی، باید این مردم در خانه قید کنی. این غریب غربت، اون کسایی که داره صاحب شراب و کباب میخوره از با خط شلایده است. از این غریبا را پرسان کن، این از اختر کابلی را پرسان کن. این برای من چی میکنی؟ با من چی کمک کده میتونی؟ ما ببینم تو رئیس جمهور اسلامی ها میگی خدا تو. این حال معلوم میشه که تو رئیس جمهور اسلامیستی یا نیستی بیادر. ما غیر از خدا از بنده شما نمیترسم، نه از شما پخملوها ما میترسم. این جا به من ربطی. او بیادر از خدا بترسی، 5 وقت نماز بخوانی، خدا را یاد کنی، یک دور نفل بخونیم در روز. از خدا بترسی، قیافت هستی، بلا کرونا مورونا نیست. از خدا بترسی. نماز محمدی را بشنوی، 16 نمیکنی. روز معاشر خسر و جواب دادن بسیار سخت است. خداوند بنده را خداوند قاضی میشه محمد شفاعتگر روز معاشر. خداوند تو را میگه بنده من تو راست کردم، 4 اسکل زور دادم، تو چی کردی؟ بگو مرا. مادرت آزار دادی، پدرت آزار دادی، زنت آزار دادی، بچه‌ت آزار دادی، مال مردم خوردی، مردم سری ظلم و ستم کردی، خیرات ندادی، زکات ندادی، به نام خدا ندادی، خدا را نشناختی. بگو تو چی کردی که من تو را ببخشم؟ رسول مقبول میگه ای خدا تو میفهمی کار سگی بنده را که کار نکرده کل میل پیش خدا بگویم که ببخش. یه چیز راه نداره میگی. تو از خدا بترس، این پیش امت رسول مقبول هستی. با روی خود با رسول مقبول بانه که پیش خدا شما را بگه که ببخش. رسول مقبول میگه ای خدا تو میفهمی کار ده رو به من بنده نمانده که من پیش از یه وزیر پیش تو کنم که تو ایره ببخشی. او برادر از خدا بترسید، او از قرآنش بترسید. این آفت از بلا، این کرونا نیست. از خدا بترسید، از رسولش حیا کنید. روز معاشر خشما پیش شما در ردتان لغت دیمتان که پرو بتین نگه ما را به نام خدا رفتیم با مان خدا.